آره. نه. آره، تازه با پارتی بازی باجناق خودشو گذاشت کارمند نمونه. مگه باجناق هم فامیل میشه؟ از ترس زنش بود. تازه به رأیگیری گذاشت که کارمندا و مدیران هر بخش کارمند نمونه رو انتخاب کنن. آخرش هم خودش انتخاب کرد. تابلو. شما چی؟ کی کارمند نمونه شد؟ آقای کوچکی. ببخشید، فامیل آقای رئیس بود یا باجناقش بود؟ نه بابا، طبق رأیگیری ما کارمند نمونه رو انتخاب کردیم. تازه کلی هم نظارت کردیم روش. آب هویج؟ نه، چای بهتره. پس چرا رئیس اینا همش از رئیس شما انتقاد میکنه؟ خب کار شرکت ما از شرکت اینا بهتره. نه. آره. چایی گفتی؟ نه، آب هویج. تازه حسودم هست. هرچی شرکتشون بیشتر پیشرفت میکنه بیشتر حسودی میکنه. عجیبه. نمیتونه به جای حسودی کار خودشو درست کنه؟ نه، اون فقط میخواد با ایراد گرفتن از دیگران سعی کنه که همه از یاد ببرن که وضعیت خودش چیه. اسم رئیستون چیه؟ آقای ترابی. یه آدم بی‌منطق، عقده‌ای. دوست داره که همه بهش احترام بذارن، همه بهش تعظیم کنن. عجیبه. چقدر آشناست. چه شکلی این آقای ترابی؟ عینکیه. ریشه پروفسوری هم داره. بچه ها همه همکارا بهش میگن اخمو. چرا؟ چون همیشه اخم میکنه. آهان، شناختمش. اتفاقا مشتری همینجاست. اتفاقا الان پشت سرتون نشسته. داره به حرفتون گوش میده. آره، داشتم میگفتم که با جناب آقای رئیس حقش بود که کارمند نمونه بشه. من از وجنات این آقای رئیس هرچی بگم کم گفتم. آخرش گفتید دیگه. هرچی جناب آقای رئیس بگم. مخلص رئیس هم هست. بله. اخراجی آقا، اخراج. هم اخراج شدیم هم باید کافی گلاسی جناب آقای رئیس رو حساب کنیم. آخرش گفتیم دیگه.